سلام دوستان، بنده پروفسور صادقی هستم. یه اختراعی رو تازه به ثبت رسوندم واسه کسانی که برقشون در طول روز میره و برق ندارند و میخوان خودشون رو خنک کنن. میدونم شرایط بسیار سخته و اینکه کسانی هستن که مثل من از گرما متنفرن و دوست دارن 24 ساعت مدام حالا یه پنکه یا کولرشون کار کنه یا یه پنکه داشته باشن خنکشون کنه. حالا من روزا میخوابم برق میره ساعت 1-3. زمانی که برق میره اوج گرماست، آدم از گرما کلافه میشه، دیگه خوابه نمیچسبه، باعث میشه بیدار بشی. بعد اینکه من این اختراع رو به ثبت رسوندم، یه دونه آچار از این چی بهش میگن، آچار امبرخورفیا، مارک اصلیش هم هست، اون خدایی کیف کنید. خب این چیزه رو از دیجیکالا سفارش دادم، این آرمیچره رو. بعد یه دونه سه نظامم به سرش بستم. اینم پروانه رم که میبین مال تو این منگلا هستن که باد بزن دارن، از تو اون در آوردم بهش بستم. اینم که کنسول ماشینمه، اینو راحت میندازم سر این، نگه میداره. بعد یک بادی میده خدا وکیلی دیگه. به زمانی که برق میره اینو میزنم دیگه راحت میخوابم. یه دونه پاور بانک هم که همه دارین و از این سیم چارجر، اینم از این چی میگن سوکتا، از اینا مادگیشه که این میره توش، میکنی توش. بعد اینو میزنی به پاور بانک، راحت 2 شبانه روز میتونی ازش استفاده کنی. 2 شبانه روز تضمین میکنم، بدون وقفه واسط کار میکنه. بعد که اینو میکنی تو این شروع میکنه به کار کردن. نگم برات باد داره ها، خدایی باد داره. این واسه زمان بیبرقیمه. اینم که این بالا میبینی کار میکنه، اینم وجدانه. عجب سگجونی، عجب سگجونیه حاجی. این بگم 7 سال 5 سال 6-7 سال داره همین جوری 24 کار میکنه، یعنی از خونه میرم بیرونم این همین جوری کار میکنه. سگجونه ها، سگجون. حالا این از زمان برق، زمانی که برق هست این خنکم میکنه، زمانی هم که برق میره این کوچولو